برم در مثلا ویدیو مطمئن باش که چنلمون رو ساب کردی و این ویدیو لایک. چطورین؟ امروز داریم با یه ویدیو دیگه از چنل پاس تکست شاد اولین ویدیوی مودمان و اینکه مود وان بلاک هم هستش. امروز قرار بود یه مهمون بیاریم با خودمون که بنا به دلایلی نشد و اینکه فکر کنم باید خودمون تنها پلی بدیم بازی و بریم که پلی بدیم بازی. من اولین بلاک رو کندم و اینکه موتور رو با زیبا بکنیم نکردم شد نمیدونم به چه کارم بکنم. اولین ما بمونم داد میمون این گاه نکن اینا تک تک شما نیست. من باید هم چی باید تو بونی چوب بکن. اوکی ما الان 4 نوع داریم با این چوبی که داریم میکنیم. خب چقدر طول میکشه اینجا رو کم بزرگ کنم. وای یه دقیقه دوستان صبر کنیم درست کنیم ویدیو رو یه دقیقه استاپ میکنم و یه کار دارم بعد. خب دوستان مشکل حل شد و بکنیم برو. هیچی نشد اتفاق خاصی نیفتاد. ما باید نباید بین صدا میدیم. خب دوستان ما مهمونی که بهتون گفتم صداشو فقط داریم اما خودشون دیگه نداریم صداشو بنا به دلیلی فقط صداشو داریم دلیلی. سلام خواهی چی بگم؟ چه کانال تو معرفی بچه ها کانال من نمیخواین اساس ساب کنین فقط کانال این ساب کنین یه جای برسه. من نمیخوام کانال من ساب کنین بچه ها. این دوست ما یکم یه چی دوست ما خیلی نایه همین نخواستم یه چیز خواست نخواستم این یکم بزرگ کنیم همکنون دستش نخواست هیچ چیز دوست ما حالشون خوب نیست یکم فکر کنم باید از ویدیو بزرگ کنید چیکار میکنه. شاید داخل ویدیو بعدی دوست ما آمد. آره یه دونه لاکی بلاک هم میسازم اگه شد. اگه بچه ها دوست داشتن اگه دوست نداشتن مشکل خودشون با من چه من باید بسازم یه دونه. میخوای داخل کانال خودی که بساز؟ نه چی؟ یه نفری بیشتر باید با دو نفر من بچه ها اگه میخواین یه ویدیوی لاکی بلاک درست کنیم حتما این ویدیوی محمد رو
ساب کنین و برین چنل محمد امیر رو ساب کنین و ویدیوی لاکی بلاک اونجا میتونین نگاه کنین. و دوست من شاید داخل چند روز بچه من چنل نمیام یوتیوب سخته فعلا داستان سخت. چنل های دیگه هم زدم در مورد محتوای دیگه و روم زوم کنه بوم بوم کنه. خب بچه ما من یکی میسازم بیاین اینجا بیاین اون در نه. میتونیم برین داخل همون چیه چنل محمد امیر و مادهای مختلف مثل لاکی بلاک و کلا ماد میریم. آره وان بلاک هم میاریم. آره وان بلاک نه وان بلاک فقط داخل چنل منه. وان بلاک از تو فشار نگاه کنین اینجا ما فقط ماینکرافت و وان بلاک میذاریم داخل چنل محمد امیر. خیلی چیزا میذاریم فقط لاکی بلاک میذاریم. فقط لاکی بلاک مادهای مختلف مثلا شاید ماد اسپایدرمن زدیم. نه اسپایدر اونم میذاریم آره اما ابرقهرمان هم میذاریم. ابرقهرمان هم میذاریم زمین آزمایشی هم فلت هم دیگه. اون رو درست زر می‌کنیم. زده اونو نمیذاریم. نه اونو درست میکنیم آزمایش میکنیم. شاید آزمایش میکنیم اگر گاو یه گاو دیگر را ببینیم ای نیفه برو بچه برو خوبی بود اشکاله نه دیگه بزرگ بکن کارگاه رفانی. بچه ها نمیدونم چی کار کنم فقط میکنم. بچه من ویدیو رو کات میکنم تا زمانی که به یه چی نه کات نمیکنم اینجا بعد شما سر حالت سری میبینید. نه اصلا اینجا رو شما با یه موزیک اینجا رو شما رد میکنین یا شاید هم با آقا رضا رد کردین. بچه ها این ویدیو رو شما باید لایک کنین. شما باید بدونید که ما داریم اینجا زحمت میکشیم. ما داریم اینجا زحمت میکشیم. شما نمیدونید چه بله سرم آمده. چنل رضا پیشم چه گوید تا نگیری ما داریم زحمت میکشیم. بچه ها من اینجا رو کات میکنم یا شاید هم میذارم سر حالت سریع تا یه چیز خوب گیرم بیاد. بچه اصلا نمیذارم سر حالت سریع پشیمون شدم. قرار بذارم سر حالت سریع اما میبینم که شاید هم بلد نباشم. شاید هم در آینده یاد گرفتم نخواد بقیه ویدیو استفاده کردم. الان اینجا ما فقط شاید هم حرف نزنیم شاید هم هیچ زیر زدیم نکن. الان من میخوام همین اول بازی یه بیس کوچولو روز کنم برای خودم. این بیس منه چه خوشگله. آفرین چه بیس بزرگی و کوچیک. با عظمت. نه کوچیک نه بزرگه. با عظمته. مثبت منفی میخوره. خب وای خسته شدم. خسته نشی کارگر رفتن خسته نمیشن. بچه اینجاشو کات میکنم تا برسیم به یه چیز خوب. تو فردا باید کاتش کنی. بچه یه صندوق داد بازش نکردم به خود هنوز. بزنین داخل چیه؟ چرا باز نمیشه؟ باکت چوب. ببین الان من همه چی پشیمون شدم. تو وقتی باکت میگیری الان میذاری من باور خراب میکنی. نه من مپو خراب نمیکنم. این من خراب نکنم. اما میخوام برم زیر. لطفا هم وسیله رو بزن. من هم وسیله رو میدم تو صندوق. به اعتباری نیست. بچه ما الان میخوایم بریم. اصلا نداریم. بچه ما الان میخوایم بریم. آره نمیخوایم بریم زیر زمین خونه بسازیم. زیر گل.
خب بفرما زیره گل برای نور نیست. نه بیا نور چرا روشن کنم؟ نه خود گفتی نور نور بازی. میره اینجا زمان میگه منش نور بازی هم دیگه چرا قول بگیره. خب دوستان یه دقیقه صبر گوشیم پر شده دوره ویدیو گرفتم. خب بریم. چی شد؟ این چیه؟ چوبه؟ خواستیم بریم اینو درست کنیم. نه کنین من همیشه وقتی که با کت آب گیرم میاد وای این ایده رو از همه یوتیوبر گرفتم. همه این کارو میکنن. من گفتم چرا من نکنم این کارو. مثلا اینکه یه همراه داریم، همراهمونم مثلا معلوم تو چه فازیه بماند. همراه کیه؟ عمه. سلام با سلام برادرم. خب بچه یعنی این الان همون مقصده، یعنی من برم بازم اینور. نه اینطوری نه، یعنی من اگه برم اونجا چی میشه؟ اینجا کجاست که میبرم منو بالا؟ خب اینجا دنیای زیرینه دیگه که نیست. یعنی اینه، یعنی این دیگه هست یا اینه دیگه. و کدوم بچه اصلا من خورد کرد. برو بر چوبه این وریه. آها دیدمش یادم رفت. خب اینم از این. داخل بدراک خیلی بده اگه کنید با ملت بازی کنید عصبانی میشین، فشار میخورین، آخرم حذفش میکنین. خیلی برام پیش اومده. چیز عجیبی نیست. خب همراهمون خیلی هیچی نیست یعنی خیلی باحاله. بچه خوب، بچه مسلمونه. بله ما کم داریم. بله بچه من از این به بعد دیگه ویدیو میذارم. بله و اسمشم بعدن هنوز اسمش انتخاب نکرده. این که من گفتم چنل داره، چنل نداره. این یعنی خودش چنل برای خودش ساخته. و اینکه وقتی که اسم برش گذاشت اسمش رو زیر همین تو کنم تا موقعی که این ویدیو رو آپلود کنم اسمش هم معلوم شده و اسمش رو داخل کامنت ها حتما می‌نویسم. چرا تو کامنت زیر ویدیو بنویس؟ همون دیگه گفت تو کامنت نگفت. بعد تو کامنت بنویسم بهتره. تو کامنت بیشتر میدم. چی؟ این اشکال نداره. یا خدا بچه من فشارم میکنم، خدا هستش میکنم. فشاری خودی خودی گفت فشار میکنم. من نگفتم فشاریم، گفتم آدم فشار میخوره. فشار نخور. خفه شو ویدیو خنده دارم بذارم بچه ها بخندن؟ نه بچه من بخوام ویدیو کوتاه بذارم حدش خیلیه، اما شاید امشب یه ویدیو منطقه ماینکرافت گذاشتم. نه بچه من برای میخوام داخل تویش پیشی نمیاد. خواستم داخل تویش لایف استریم بذارم اما با کیم هست استریم بذاری؟ خودم تنها. من مانده علی زلزله الان داره فیفا چرا بازم کنم تو باید ماینکرافت اصلا چه ربطی دارم؟ زلزله ما داخل ماینکرافت میگه زلزله اومد تو ماینکرافت برادرم. بچه ما اینجا ماینکرافت بازی کنیم.
نه اینکه در مورد علیزاده صحبت کنیم. خب بچه الان ببینم چه خبره. بون میل داد اون بالاخره بعد مدت ها. بریم اونا رو چه کنیم. اوه گیر کردم. نه با خیلی قشنگ بود. فعلا ساکت، من دارم ویدیو میگیرم. مثلا ویدیو من صحبت نکن. بچه ها این دوست ما فکر کرده چون که میام رشته خال ویدیو فکر میکنه همه کاره ویدیو ببینم سید بده. سید نمیده اشکال نداره، هرچند که ما اینجا زحمت میکشیم. اما بازم ما خیلی بچه با منم ترس میکنیم. نه من گفتم خیلی بچه با منم میگم. خلاصه بچه مادرانه هستی. خب کم با مرام نکشیم. بچه ها شاید اینو سایلنت کردم. بچه ها یه دقیقه ویدیو رو استاپ کنم، کار دارم بعد سر میام. خب دوستان اینجا بعد یه چی بگیم اسلپ بذاریم بریم بالا و اینجا هم اپیزود بعد ایشالله خونمون رو میسازیم. این اپیزود اینجا رو ساختیم، درخت ها رو زدیم و دنیای زیرین ساختیم. بریم میتونم این کارو کنم. یه دقیقه بیل میخوام. بیل یا همون شاول اینو بده من. خب میخوایم اول سب کنین اینجا رو بکنیم کامل. من ویدیو رو استوب میکنم تا زمانی که کارمون تموم کرد دوباره برمیگردیم. سید کلی سید داد، اینا رو میرم مزرعه میکنم. خب ویدیو رو استوب میکنم و اینجا رو میکنم. بچه ها یه خبر بعد اتفاق افتاد، اینه که من موقعی که داشتم اینجا رو میکندم حواسم نبود خواستم اینجا رو پر کنم، باکتم رو از دست دادم. و دوستان من انقدر که کندم و بقیهش هم آره دیگه یعنی نداشت کندم. اینجا رو بزرگ کنم. حالا ما از پایین میکنیم کنیم. اینجا بالاش ترابدور میخوره، زیادم بیاد چطوری ساخته بودمش و آره استوش میکنم. اینجا میسازم. شما یه آقا رضا ببینین و برگردین. آقا رضا نه آقا رضا ببینین و برگردین. خب بچه بعدی کلی زج کشی و یه جایی پاره شدن، خودتون میدین دیگه کنم. یه جایی پاره شد تا اینو تونستم بالاخره درست کنم و امیدوارم اینم بود از این ویدیوی ما. مثلا قبل از اینکه ویدیو تموم بشه ما اومدیم اینجا درستش کردیم، اینجا پله زدیم میریم پایین، اینجا رو درست کردیم، اینقدر وسیله گرفتیم دیگه. اینجا درست کنیم هزینه میکنیم، بعد اگه ما بیومد گیر میکنه اینجا، اینم چستمونه، ما بیومد گیر میکنه اینجا ما میزنیمش. لوتا رو نکن هرچی که از این پایین میکنیم. مثلا من این چوبو میکنم نمیاد دست سب کنیم یا من نمیتونم ببینم که چستا چیه. مثلا آقا این اومد دست من، خوشون میان این بالا، بعد من امروزی بالا برشون میدارم. چی داشت؟ بومیل داشت و اینکه سیدم داد. باکتمونم که بهتون گفتم از دست دادم و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.